خب فقط بزن بی چالش شروع بکنیم. اما راستش همه چیز از کارت نقره‌ای اوور 69 مجید حسینی شروع شد. به به. اما مأموریت امروز مجید حسینی قرار این که مجید حسینی خودش رو به کارت اوور 80 تبدیل بکنه. این کارت جذاب، هم خوشگله، هم چه خصوصیات خفنی داره. سوبراس‌های این ترکیب مجید حسینی در این ترکیب تنها نیستش. منش با اوور 90 همه چیز داره. بغض این لانگ شوتش 99. این خود رونالدو ببینه میمونه سلامش لانگ شوت 99. بسوز از زندان سوخت قلم، بسوز از زندان سوخت قلم. نت همش قد میشه وصل میشه آدم مونده چیکار کنه. حالا تیم حریفمون آن بد بود اسمش من بدم زیدون و چقدر حمله همش 94 95. بازم مجید حسینی با کار سخت انجام بده. خب نیمه اول آغازخواننده تیم حریفه، بازم تیم حریف یه بار به دلم موند آغازخواننده خودم باشم. حالا از این وقت چیکار میکنه گل به خودی میزنه. اینقدر تیم ما خنده دار بود براش، تیم ما دید گل به خودی زد. خط دفاع اینقدر افتضاح بود. هرچی عشقه توی دنیا من میخواستم. کورنر زیدان سانت که نمیتونه بکنه دارامان وسط مجموعه پاس بریم به سانه. لور سانه عالی. به خدا که خودم فهمیده باشن چیکار کنم. مجید حسینی شوتو بزن و گل زدی. چالش امروز داره خوب عمل میکنه تو این بازی. نهار کرده گلم زده. بازیکن حریف بازم وسط زمین بازم سمت مجید حسینی. حالا مجید حسینی شوت نزنه عالی. حالا از این چی سوتی و گل خود چی دقیقه چی سوتی بدی